سرخط مهمترین ها: پیام محرمانه خامنه‌ای توسط لاریجانی به پوتین رسید. همدستی ایران، چین و روسیه در برابر غرب. پاسخ تهران درباره مذاکره با آمریکا: اقدام ما نظامی است، اعتماد به مذاکره با آمریکا نداریم. آمریکا درست دم از مذاکره میزنه، ولی قطعا این مذاکرهش هم از باب دشمنی. حمایت عراق از حمله احتمالی آمریکا به ایران. مشاور امنیت ملی عراق با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار کرد. و ماشه سلاح هسته‌ای روسیه در دستان پوتین. رئیس جمهوری روسیه آزمایش هسته‌ای راهبردی را خودش فرماندهی کرد. سلام، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. مشروع خبرها: پیام محرمانه خامنه‌ای توسط لاریجانی به پوتین رسید. همدستی ایران، چین و روسیه در برابر غرب. حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه 151مین نشست مجمع اتحادیه بین مجالس جهانی یا IPU در ژنو با ولادیمیر پوتین و رئیس شورای فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد. حاجی بابایی با بیان اینکه اتفاقات مهمی در دنیا رخ داده، گفت به ایران میگفتند حل مسائل از طریق مذاکره خوب است، اما در حین مذاکره به ایران حمله نظامی شد. رئیس هیئت پارلمانی ایران در ژنو از مواضع روسیه در حمایت از ایران قدردانی کرده و افزود در طول این مدت رؤسای جمهور و وزرای خارجه ایران و روسیه با هم ملاقات داشتند. همچنین لاریجانی پیام را با آقای پوتین رساند و تاثیرات خوبی داشت. حاجی بابایی با بیان اینکه جنگ علیه چند جان در دنیا وجود دارد، گفت توافق جامعه راهبردی بین ایران و روسیه در مجلس منصوب شده که اتفاق خوب است و میتواند به توسعه روابط کمک بزرگی کند. وی افزود کشورهای ایران، روسیه و چین باید فکر اساسی برای وضعیت فعلی دنیا داشته باشند، چرا که کشورهای تاثیرگذاری هستند. وی با اشاره به اینکه ترامپ رؤسای جمهور کشورها را تحقیر کرد، ادامه داد اسرائیلی‌ها بعد از مبادله اسرای مجدد غزه را بمباران کردند. بنابراین کشورها باید بدانند اگر با یکدیگر در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل حرکت نکنند، نوبت آنها هم میرسد، چرا که آمریکا دستور تشکیل وزارت جنگ را داده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران به برجام مطلع بود اما آمریکایی‌ها آن را پاره کردند، اظهار کرد 3 کشور اروپایی نیز در عدم اجرای تعهدات با آمریکا همراهی کردند و متاسفانه اروپا هویت مستقل برای خود قائل نیست و کاملا از آمریکا فرمان میگیرد. مطرح کردن اسنپبک نیز در همین راستا بود. پاسخ تهران درباره مذاکره با آمریکا: اقدام ما نظامی است، اعتماد به مذاکره با آمریکا نداریم. وزیر اطلاعات ایران گفت آمریکا دم از مذاکره میزند، اما این مذاکره ناشی از دشمنی آمریکا با ملت ایران است و ما از اعتمادی از تامین منافع ملی ناشی از مذاکره با آمریکا نداریم. سعید اسماعیل خطیب در 85مین سفر آستانی خود به 4 محال و بختیاری در شورای تامین این آستان گفت هیچ کس طرفدار این که برخی ناهنجاری‌ها، تخلف‌ها و ناامنی‌ها ادامه یابد نیست و باید نخست اراده آن را داشته باشیم و سپس در راه‌های ایجابی و راهکارهایی که میتواند در بین مردم اثرگذار باشد اجرا شود و یکی از این ناهنجاری‌های اجتماعی برهنگی است که باید جدی گرفته شود. یکیش هم این ناهنجاری‌های اجتماعی و برهنگی است. این رو باید جدی گرفت و مسئولین توی استانهای خودشون برای اون بشینن تدبیر کنن. وزیر اطلاعات به وحدت و همدلی مردم و مسئولان در جنگ 12 روزه اشاره کرد و افزود دشمن در جنگ 12 روزه برنامه‌ای برای براندازی و تجزیه با یک جنگ ترکیبی همجانبه داشت و حمله نظامی را با آخرین فناوری‌های دنیا و دانشی که توانسته بود از تمدن غرب به دست آورد به کار گرفت. خطیب گفت دشمن تمرین‌های متعدد را در سال‌های گذشته برای این اقدام برگزار کرد و فعالیت‌های مکرر، منظم و سازمان یافته‌ای را برای انسجام
دین ضد انقلاب و دشمنان انقلاب انجام داد و تمام ظرفیت رسانه‌ای دنیا را برای ایران هراسی، انقلاب هراسی به کار گرفت. وزیر اطلاعات خاطر نشان کرد دشمن بی‌ثبات‌سازی گسترده‌ای را در کشور طراحی کرد و تلاش کرد تمام تروریست‌ها و تکفیری‌های رها شده از کشورهای همسایه را به ایران اسلامی گسیل کند. آمریکا درست دم از مذاکره میزنه، ولی قطعا این مذاکرهش هم از باب دشمنی. اساساً هیچ ذره‌ای جای اعتماد و تکیه و توافقی که منافع ملی ما رو حمایت عراق از حمله احتمالی آمریکا به ایران. مشاور امنیت ملی عراق با سرلشکر موسوی دیدار کرد. قاسم علی در ادامه سفرش به تهران با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار و گفتگو کرد. رئیس کل نیروهای مسلح در این دیدار گفت اجرای شدن کامل توافقنامه امنیتی بین دو کشور ضروری است. سرلشکر موسوی ادامه داد چنانچه تهاجمات اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران اتفاق نمیافتد، شاید آمریکا از کنترل فضای عراق برای همگان نمایان نمیشد. قاسم علی مشاور امنیت ملی عراق نیز اظهار داشت در جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل که تعدادی از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم بیگناه به شهادت رسیدند، برخلاف آنچه که دشمن انتظار داشت، مردم ایران با یکدلی و اتحاد در کنار نیروهای مسلح دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران بودند. این انسجام، عظمت و بزرگی ملت ایران را به نمایش گذاشت. وی افزود ما نسبت به اجرای مفاد توافقنامه امنیتی با جمهوری اسلامی ایران متحد هستیم. هیچ کشوری اجازه استفاده از حریم زمینی عراق برای اقدام بر علیه امنیت کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران را ندارد. آلاجی که اخیراً به ایران سفر کرده، در جریان سفر خود با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. ماشه سلاح هسته‌ای روسیه در دستان پوتین. رئیس جمهوری روسیه رزمایش هسته‌ای راهبردی را خودش فرماندهی کرد. رئیس جمهور روسیه امروز رزمایش نیروهای هسته‌ای راهبردی این کشور را که شامل شلیک آزمایشی موشک‌های قاره‌پیما بود هدایت کرد. به گزارش مشرق، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز نظارت و هدایت رزمایش نیروهای هسته‌ای راهبردی این کشور را بر عهده داشت. رزمایشی که درست همزمان با تعلیق نشست برنامه‌ریزی شده و با دونالد ترامپ برگزار شده بود. به گفته کرملین، در جریان این مانور که سگانه هسته‌ای روسیه را شامل می‌شد، یک موشک قاره‌پیمای یارس از پایگاه بالستیک در شمال غرب روسیه شلیک شد و تا میدان تمرینی کورود در کامچاتکا مسافت تقریباً برابر طول روسیه را پیمود. یک موشک سینوا از زیر دریایی در دریای بارنتس پرتاب شد. همچنین به مفکن‌های راهبردی توپولف 95 موشک‌های کروزبرد شلیک کردند. بر اساس بیانیه کرملین، هدف از این رزمایش ارزیابی مهارت ساختارهای فرماندهی نظامی روسیه بود. رئیس ستاد کل ارتش روسیه ژنرال والری گراسیموف در گزارش ویدیویی گفت که هدف از این رزمایش شبه‌سازی مراحل صدور مجوز استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بود. این بود خبرهای این ساعت. تا ساعت خبری دیگر، خدا نگهدار.